به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل هوش آموزان. اگر که تو هم دنبال یه ویدیو ساز و تصویرساز حرفه‌ای اونم رایگان بودی و الان که گراک و پولی کردن نمیدونی از چی استفاده کنی و حالا دسترسی به سرویس های گوگل هم یکم برات سخته، این وبسایت مخصوص توه. اسمش everypixel.com، app.everypixel.com. این آدرس رو بزن تو مرورگرت میاره بالا این وبسایت و بعد از اینکه توش لاگین انجام دادی و ثبت نامت رو انجام دادی 200 کردیت رایگان بهت میده که حالا من یه سریشو استفاده کردم و 40 تا کردیت روزانه و 200 کردیت ماهانه که مصرف کردیتش هم تو دست خودت میتونی تعیین کنی چطوری کردیتت مصرف بشه و واقعا یه هوش مصنوعی خیلی قدرتمنده که هم براتون ویدیو میسازه و هم تصویر. بریم تستش کنیم ببینیم چطوریه. خب وقتی که وارد شدید و حالا کارتون رو انجام دادید، ثبت نامتون رو انجام دادید، به اینجا کارهای یعنی ابزارهای دیگه هم داره. خب میتونه براتون صدا هم بسازه، ولی قدرتمندترینش برای همین ویدیو تصویره. بریم تستش کنیم ببینیم چطوریه. خب اینجا من میذارم روی create image، بعد می خب ادامه پرامپت تو بنویس. میتونی اینجا بهش تصویر اضافه کنیم براش. خب این چیزی که من قبلا ساختم میتونیم ویدیو بهش بدیم، بگیم طبق اینا بسازه، اون تصاویری که از قبل ساختیم. میتونیم بهش صدا بدیم و حالا هر چیزی. خب من میام اینجا پرامپتمو مینویسم. میخوام یه پرامپتی بنویسم، پرامپت رو به انگلیسی بنویسیم بهتره. خب a modern city in Iran، مثلا تو سال 2050 و به این برام بسازه یه تصویر اینطوری. الان میخوام قدرتش رو بهتون نشون بدم که چه کاری برام انجام بده. الان پرامپت ما خیلی خیلی ساده است، زیاد چیزی نگفتیم، فقط مفهوم کلی رو گفتیم. میذارم روی ارسال. الان خودش میاد یک پرامپت خیلی ترتمیزتر برامون آماده میکنه، یعنی خودش متن ما رو ارتقا میده. ببین اینجا پرامپت ما رو ساخت، گفت پرامپتت کامل میشه این چیزی که تو ذهنت هست و خب حالا میگه مدلی که من پیشنهاد میدم برای ساخت زد ایمیجه. اندازش میخوای چه اندازه‌ای باشه، میتونی 1:1 بذاری، مثلا میخوای لوگو بسازی میتونی هر اندازی دلت میخواد اینو اینجا انتخاب کنی. میگه استایلش چطوری باشه، پورتریت باشه، چند تا خروجی میخوای، من مثلا رو همون یکی بمونه و میگه یه دونه از کردیتت استفاده میشه. ببین اینجا ما 200 کردیت داریم و 40 تا روزانه. خب و برای هر تصویری یه تونه استفاده کنه واقعا محشره. اینجا روی جنریت کلیک میکنیم و میره برامون تصویر رو میسازه. اگر که شما علاقه دارید از این ابزارها با خبر شید، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. خیلی از این ابزارها رو بهتون معرفی میکنیم. خب این تصویری که برای ما ساخت، این خروجی به ما تحویل داد، میتونید دانلودش کنید، استفادهش کنید. و حالا پرامپت من خیلی ساده بود و ایده‌ای که به ذهنم رسید برای ساختم همین بود که اگه تو ویدیو دیده باشید، من اکثرا یه شهر مدرن رو میگم، چون هوش مصنوعی خیلی خوب میتونن برای خودشون مدل سازی انجام بدن و خلاقیت به خرج بدن، یه شهر خیلی هوشمندی بسازن. حالا توی ایران شبیه این میشه که الان تو خیلی کشورها همینطوریه. حالا گفته ایران رو تو سال 2050 اینطوری تصور کرده. البته طبق این پرامپتی هم که اینجا هست، طبق اون اومده این رو برای ما ساخته. بریم ویدیو سازش رو تست کنیم. دور یه چت جدید میسازیم، جنریت ویدیو. خب بذار یه پرامپت دیگه بهش بدیم برای ویدیو. a war in straight، درست نمیشه straight of Hormuz with Iran and USA. چیزی که الان در واقعیت داره اتفاق میفته. بریم ببینیم چطوری برای ما میسازه. جنگ توی تنگه هرمز بین ایران و آمریکا. ببینیم این رو چطوری برای ما میسازه. خب میگه چه ستینگی، چه تنظیماتی میخوای برای این پرامپتت، برای این ویدیو داشته باشی، چند ثانیه باشه، کیفیتش چقدر باشه و اندازش چقدر باشه. خب ما میتونیم اینا رو اینجا بهش بگیم. اینطوری باید بشه، یعنی الگوش باید اینطوری باشه. من اینجا مثلا می‌نویسم 7 ثانیه، 7 سکند و اینم میگم که 720 باشه و 16:9 به نظر من برای این ویدیو عالیه. 16:9. خب اینو بهش میدم.
میگم که بیا توی این ابعاد و این تنظیمات برای من بسازش. الان رفت برای ایجاد کردن ویدیو. خب میگه پرامپتت کامل میشه این. یه پرامپتی که من فهمیدم از تو و با این مدل میسازم. ببین خیلی مدل هوش مصنوعی داره، خیلی مدل داره و میتونید برید حالا توی قسمت مدل هاش ببینید. خب من میتونم بیا اینجا ثانیه شو که یکم روی همون 7 ثانیه میذارم، از همین مدل استفاده کنه، کیفیتش 720 و اندازش همین قد باشه. میگه 7 کردیت مصرف بکنه. اگه من ثانیه‌شو کمتر کنم کردیتش کمتر میشه ولی من میذارم رو هم بذار اصلا 10 ثانیه بسازه. کیفیتش هم تهش 720 و میگه برای ما بساز. میتونیم استارت فریم و اند فریم یعنی لحظه اول لحظه آخر رو تصویر روش بدیم و بگیم طبق اینها برای ما ویدیو سازی کنیم، ولی ما میخوایم خودش خلاقیت به خرج بده و شروع کنه به ساختن. و من قبل از اینکه این ویدیو رو بگیرم چند باری تستش کردم. خودتون دیدید که از اول کردیتم پر نبود و الانم دارم تستش میکنم و تازه کردیتم 18 تاش مصرف شده و واقعا هوش مصنوعی خیلی خوبیه برای اونایی که میخوان ویدیو بسازن با هوش مصنوعی، میخوان تصویر بسازن، اونم رایگان. حتما تستش کنید، واقعا هوش مصنوعی که ارزشش رو داره. اگر که میخواید قبل از اینکه من ویدیوهاشون رو بگیرم ازشون با خبر بشی، یعنی قبل از اینکه ویدیوش حتی بگیرم و توضیح خیلی خلاصه واری در مورد این ابزارها داشته باشی، کانال تلگرام ما رو سابسکرایب کن، چون که هزاران تا ابزار اونجا معرفی میکنیم و حالا بعدها ویدیوهاشون رو ضبط میکنیم. آدرس کانال تلگراممون هم توی دیسکریپشن میذارم، همینطور آدرس این وبسایت رو app.everypixel.com. و جالبش هم اینه که نیاز به VPN نیست، یعنی با نت ایران هم با IP ایران هم اوکی میاره بالا و کاری نداره با IP ایران. خب خیلی طولش داد ساخت ویدیو رو. چی گفته؟ چپتکال استریت آف هرمز. خب بساز دیگه، چرا هم طولش میدی؟ من ویدیویی که قبل از این ویدیو باهاش ساختم، یعنی قبل از اینکه بخوام ضبط کنم، ویدیویی که باهاش ساختم فکر کنم 5 ثانیه بود. اونو توی شاید بگم 10 ثانیه برای من طول کشید جنریتش. یعنی این ویدیو 10 ثانیه رو خیلی داره طول میده، عجیبه. البته که بقیه سرویس هم همینقدر طول میدن دیگه. خب منتظر وایسیم تا برای ما ویدیو رو بسازه. خب ویدیو رو ساخت، ویدیو رو اینطوری برای ما ساخت طبق این پرامپتی که اینجا خودش پیشنهاد داده بود که کشتی‌های جنگی دارن میان و اینجا یه جنگ اتفاق افتاده. صدا هم داره که فکر کنم صداش میاد یا نه، نمیدونم صداش توی ویدیو براتون بیاد یا نه. ویدیویی که ساختیم بود. چرا پرچم فرانسه اینجا جنگ جهانی مگه؟ چین، فرانسه و اینجا هم توی که فکر کنم مین دریایی به کار گذاشته. حالا نمیدونم اینجا چیه ولی آره ویدیو هم میسازه. اگه پرامپت یه ذره جامع‌تر بدی قاعدتا ویدیوهای بهتری هم میسازه. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این وبسایت. تا معرفی بعدی، تا ابزار رایگان بعدی، خدا نگهدار.